خب سلام خدمت شما دوستان عزیز. الان ساعت 9:10 شب. هوا خیلی سرده، خیلی سرد. فکر کنم الان دما تقریبا 0 یا زیر 0 باشه. میخوایم یه قهوه بخوریم، بعدش تصمیم بگیریم برای برگشتن سمت ماشین. حالا تو مسیر من دوباره براتون فیلم میگیرم و مسیر رو بهتون نشون میدم تو تاریکی. خیلی دره بکری بچه ها، واقعا جای همتون خالی. بچه ها ساعت 12 شب دیگه، میخوایم کم کم برگردیم سمت ماشین. امشب هم مثل سری قبل دوروبرمون پر شغال و روباه گرفته بود. یعنی هر جا رو نگاه میکنی 2 تا چشم برق میزنه. امیدوارم که از این سفر لذت برده باشید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر منو سابسکرایب کنید و کانالمو دنبال کنید. فعلا.